السلام علیکم تماشاگران عزیز. من با شما یک کانال با نام نور تیجی توصیه می‌دهم که شما میتوانید همه در این کانال ثبت های نوی دامن ابراهیم را تماشا کنید. پس حتما به این کانال ابونه شوید، پادکست را زیر کنید و زنگولچه را نیز زیر کنید. سیلک این کانال در تگ ویدیو در اپیسان و در کامنتاری ذکر کرده شده است. هدایت از جانب فرشتگار است. هدایت از خداوند طلب کرده برای ما در مضمون همین را آموزه کردم بالله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما البته راه نمیافتیم مگر خدا خود ما را هدایت می‌کند. برای ما همیشه باید که ما از جانب فرشتگار هدایت طلب کنیم. در نماز که در حرکت ما دعا میکنیم و زاری میگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. من برای همین حالت است. نتیجه هدایت فرشتگار راه یافتن بسیار مشکل است. راه یافتن امکان ندارد. راه یافتن به عقل بنابراینش نیست. همه به هدایت فرشتگار است. جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ستفترق امتی ثلاثا و سبعین فرقة كلها في النار الا واحده. این مضمون حدیث شریفی جناب پیغمبر خدا سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که زود است که متفرق میشود امت من و 73 گروه 73 گروه. اینا بعضی گفتن که 73 برای بالا است، یعنی فرقه های بیشماری پیدا میشن، گروه های از حد بیرون. و بعضی اصولی را اعتبار کرده اصولی به همین قدر میرسد. پس همه این در نام گفتن الا واحده مگر یک گروهی او که در شرفا میگه که همین اصطلاح فی النار گفتن من حیث العقیده، از جهت عقیده همین است، از روی اعتقاد. از روی عمل باشه و عملی بد میشود که نه او گروهی دیگرش هم که گروهی ناجیه گفته میشود و هم ناجیه بودن از روی عقیده است، از روی عملش میشود که در عذاب النار میبیند. هر حالت درستی عقیده اصلی همه کار است. برای همین باید که اول به درستی عقیده آدمی خصوص داشته باشد. تأکید بزرگان همین است که اول عقیده را تعلیم کردن و بعد فقه آموختن. همین طرزی که یا پیشواهامون تعیین کردگی هستند یا پیش از همه لفرض عین تعلیم کنند که عقیده اسلامی در این فرض عین مجمل بیان میشود و 4 کتاب و تفصیل تر بیان میکنند. پیش از همه باید که تعلیم و گفتگوی مسلمان در هم باشد. برای همین نظران شما رو به همین تبدیل میکنه که عقیده را درست کنید. عقیده را درست کردن و همین 2 کتاب وابسته شد، فرض عین 4 کتاب در همین تکرار کنیم، گفتگو کنیم. کسی پرسید
از همین عقیده او دعا بگیم گفتگو کنیم انشاءالله که عقیده را دور نمیکنیم، راه را در عقیده دیگر نمیکنیم. از این اگر بیرون شید و دیگر کتاب‌ها و رساله‌ها و گفتگوهایی که یا خواهید پیدا شد هر کدام رو به هر راه میبرد. پس از درستی عقیده و درستی عمل کوشش کنید. عمل پیش از همه نماز. نشان کتابونه حدیث میبرد میکنه که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتن الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. بعضی جاها فمن اضاعها فقد اضاع الدین اومده است. صلات نماز ستون دین است. پس کسی که نماز را اقامت کرد دین خدا را اقامت کرده است. اقامت معنی بر پای داشتن، راست داشتن. نماز را که راست داشت دین خدا را راست داشته است. نماز را که هدم کرد یا که نماز را که اضاعت کرد دین خدا را هدم کرد و اضاعت کرد، ضایع گردانده است. همین حدیث شریف نه و تعامل کنید که فمن اقامها اقام الصلاة گفتن اقامت صلات، یا که در مقابل و من هدمها گفته است. هدمها و من ترکها نگفته است. نماز را ترک نگفته است. چون ترک یک بار ترک نداره با حکم دیگر است. لیکن این هدمها یا اضاعها آمده است. مثلا این است که نماز میگذارد لیکن همون نماز خود را هدم میکنه، یا که اضاعت میکنه. در اقامت هم که باشد همین مضمون است. من تفسیر آن را ذکر میکنه که خدای تعالی جل ثناؤه در هر جا که نماز را ذکر میکنه در صفت مومن ها و اقام الصلاة و آت الزکات میگه. مومن ها کسانی هستند که نماز را اقامت میکنن و زکات مال را ادا میکنن. یا که جایی که امر باشدم و اقیم الصلاة و آت الزکات بر پای داره نماز را ادا کنی، زکات مال را. اقیم الصلاة گفته امر شد به اقامت، یعنی که صلو یا که سلام گفته نامده است. اقیم و آمده است. پس برای همین چه که حدیث های جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میاد در ترغیب با آداب و با اخلاق، اما به همین مضمون اقامت است. چون که اقامت گفته همون گفته میشه که نماز را به همه حقوق و همه آداب و همه اخلاق ادا کردن. اقامت همون گفته میشه. نشانه که بسیاری عمل ها را پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امر میکردن. پس از اقامت صلات میگفتن سو صفوف و اینا من اقامت صلات. صفها را راست بیدارید، صف را درست باشن از اقامت صلات است. رس صفوف صفها را بسته بگیرید، بسته گرفتن که به هم دیگر یا نزدیک باشید، جفت بیستید در صف، این از اقامت صلات است. در دعا ترغیب کنید که دعا از اقامت صلات است.
یعنی که اقامت صلات همین سنن و آداب نماز را به جای آوردن است. اگر سنن و آداب را به جای آورد به نماز را اقامت کرد، نماز را احترام کرد. اگر به جای نآورد اون نماز را اقامت نکرد، اضاعت کرد است. همین مضمون را باید که در خاطر دیگر برادران را همینه تعلیم کنیم. سال سربرهنه آمده در نماز ایستادن، پرچه دراز و آستینی کلتاب، طرز حیاتی کبر خیالا آمده در نماز ایستادن. البته این نماز این اقامت نماز نیست، این اضاعت نماز است. به احترامی کشید اضاعت است. یا که در صف رس و صفوف پیغمبر ما سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم و تأسیس صفوف امر کردن. تأسیس یعنی بعد دیگر محکم ایستادن، جوس ایستادن. این امر شده است و جای او را دور بایستی و پا را در پا برسانی برای صف ویرون کردن. این از اقامت صلات اضاعت صلات شد. هر حالت گفتگو چیزهایی که حاضرت پیدا شده است همش به اضاعت صلات راجع می شود. برای همین همون طرزی تعلیمی که در بزرگامون دیدیم و شنیدیم تعلیم گرفتیم، چه که در کتاب‌های مذهبی خودمون می‌بینیم، ما را محکم بگیریم. نماز بخونی و سنت رو نخونی این اضاعت نماز است. نماز بخونی بعد از نماز دعا نکنی اضاعت نماز است. تفسیرها را اگر نظر کرده باشیم زمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. در همه تفسیرها همین مضمون تفسیر میکنیم که وقتی که از نماز فارغ شدی فانصب، پس یعنی اتعب فی دعا، تعب و مشقت کن در دعا، پس به سوی پروردگار خود رغبت کن به دعا بازاری. برای جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام خطی بعد از نماز بامداد می نشستن تا آفتاب برآمدن. آفتاب برآمدن که می برآمد پس نماز زخام می خوندن، پس از جای خود می شستن. یک سنت قدیمه هست. این امری ناپیدا نیست که را بی‌رد بگوییم. یا که 3 بار دعا کردن امری ناپیدا نیست. این همه از اصل آمدگی است. همین طرزی که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام تأکید کردن، می گفتن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز بگذارید همچنین که دیدید من رو که من نماز میگذارم. و همین طرز همین تعلیم صحابگان کرام هم به تابعین همین خیلی میگفتن. تابعین و تبع تابعین همین خیلی میگفتن. همین طرز طهارت و نماز و دعا و اینشین در دیگر عبادات و روزه و زکات همه چیزی که باشد همین یا که تعلیم عملی قطعی آمدگی است. تعلیم عملی که همون طرزی که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز بگذارید همچنین که دیدید من رو که من نماز بگذارم. همین فراموش نکردم بزرگان ما. همین طرز آمدگی است.